میخوای بدونی موتور ماشین چجوری خنک میشه؟ میخوای صرف تا صد سیستم خنککاری رو بدونی؟ پس این پست رو هیچ جوره از دست نده. قبل از اینکه این سیستم رو بررسی کنم، این ویدیو رو لایک کن و برامون یه کامنت بذار تا با انرژی بیشتری ویدیوهای بهتری رو براتون آماده کنیم. در زمان تولید توان در یک موتور دما و فشار گازها خیلی بالا میره و این دمای بالا باعث انبساط قطعات موتور میشه که نهایتاً اصطکاک و استهلاک بین قطعات مکانیکی افزایش پیدا میکنه. پس برای عملکرد مناسب موتور بهتره که در یک محدوده دمایی مشخص کار کنه که وظیفه این کار بر عهده سیستم خنککاریه. حالا بریم با قطعات موجود در سیستم خنککاری موتور آشنا بشیم. قطعات اصلی سیستم خنککاری شامل واتر پمپ، رادیاتور، ترموستات، سنسور دمای آب و مورد آخر هم مایع خنککاریه که معمولاً ترکیب آب و ضد یخه. خب قبل از اینکه بریم سراغ اولین قطعه، ممنون میشم با لایک و کامنتت بهمون انرژی بدی و اولین قطعه که با هم بررسی میکنیم واتر پمپه. در واقع واتر پمپ قلب سیستم خنککاری محسوب میشه که مایع خنک کننده رو پمپ میکنه و تشکیل شده از پره‌های واتر پمپ، پولی و اورینگ آببند. پره‌های واتر پمپ توسط تسمه تایم موتور و پولی به گردش در میان. بریم سراغ قطعه بعدی یعنی رادیاتور. رادیاتور با انتقال گرمای اضافی موتور به هوا دمای مایع خنک کننده موتور رو کاهش میده. رادیاتور از مجرای ورودی، مجرای خروجی، شیر تخلیه و درب رادیاتور تشکیل شده. درب رادیاتور یک قطعه مهم در سیستم خنککاریه که در ادامه نحوه عملکردش رو توضیح میدیم. قطعه بعدی ترموستات. ترموستات سوپاپیه که جریان مایع خنک کننده بین موتور و رادیاتور رو کنترل میکنه و به موتور کمک میکنه که در محدوده دمایی مناسب کار کنه. ترموستات تشکیل شده از بدنه، سیلندر شارژ، سوپاپ اصلی، فنر برگرداننده، سوپاپ برگشتی و فنر ثانویه. قطعه بعدی که تو سیستم خنککاری نقش مهمی داره سنسور دمای آبه. سنسور دمای آب برای اندازه‌گیری میزان دمای موتور استفاده میشه. ECU از اطلاعات این سنسور برای مدیریت پاشش سوخت و زمان احتراق استفاده میکنه. در خودروهایی که سیستم مالتیپلکس یا شبکه کردن اطلاعات در خودرو وجود نداره، بیشتر از یک سنسور دمای آب استفاده میشه که از اطلاعات این سنسورها علاوه بر ECU برای کنترل فن و نشان دادن دقیق دمای آب موتور در پشت آمپر استفاده میکنن. اما خودروهایی که سیستم مالتیپلکس دارن فقط از یک سنسور دمای آب استفاده میکنن که اطلاعات این سنسور به هر کجا از خودرو که نیاز باشه ارسال میشه. اکثر سنسورهای دمای آب از نوع مقاومت دمایی منفی یا همون NTC هستن و به این معنیه که وقتی دمای آب بالا میره مقاومتش کاهش پیدا میکنه و بسته به نوع خودرو از سنسور دمای آب 2 پایه یا 3 پایه استفاده میشه. تا الان با قطعات این سیستم آشنا شدید. حالا بریم ببینیم سیستم خنککاری چطوری کار میکنه. هر کدوم از پیستون ها در داخل بلوکه سیلندر به صورت جداگونه کار میکنن. در بالای بلوکه سیلندر واشر سرسیلندر قرار میگیره که وظیفه آببندی بین بلوکه سیلندر و سرسیلندر رو بر عهده داره. این قطعه از نشت آب و روغن به داخل سیلندرها جلوگیری میکنه و بالای اون سرسیلندر قرار میگیره. در داخل موتور مجراهای مشخصی برای جریان یافتن مایع خنک کننده بدون ورود به داخل سیلندر و یا مخلوط شدن با روغن وجود داره. این مسیر به عنوان مسیر خنککاری شناخته میشه. خب حالا وقتشه که ببینیم نحوه عملکرد و نقش هر کدوم از این قطعات در سیستم خنککاری چیه. واتر پمپ به کمک پره‌های خودش مایع خنک کننده رو در سرتاسر سیستم خنککاری پمپ میکنه. واتر پمپ از طریق تسمه تایم و یا تسمه دینام به گردش در میاد که در این نمونه توسط تسمه دینام به گردش در میاد و به طور کلی تسمه دینام علاوه بر واتر پمپ، پمپ هیدرولیک فرمان، دینام و کمپرسور کولر رو هم به گردش در میاره و الان برای فهم راحت‌تر مطلب فقط واتر پمپ نمایش داده شده. حالا بریم ارتباط بین تمام قطعات رو ببینیم. شلنگ برگشتی از ترموستات، محفظه ترموستات، رادیاتور و فن، شلنگ پایینی رادیاتور، شلنگ خروجی واتر پمپ، شلنگ بالایی رادیاتور، منبع انبساط مایع خنک کننده،
شلنگ پرکن منبع انبساط، شلنگ سرریز منبع انبساط. خب در نهایت بریم نحوه عملکرد کامل سیستم خنک‌کاری رو با هم ببینیم. اول با ترموستات شروع می‌کنیم. ترموستات در حقیقت یک سوپاپه که سر راه جریان مایع خنک کننده از موتور به رادیاتور قرار گرفته. این قطعه معمولاً در مایع خنک کننده غوطه‌وره و دمای آب روی ترموستات تاثیرگذاره. زمانی که موتور سرده و تازه استارت خورده، سوپاپ برگشتی باز میمونه تا مایع خنک کننده به رادیاتور بر نگرده و دوباره در موتور جریان پیدا کنه. این کار به موتور کمک میکنه که سریعتر دماش بالا بره و به دمای عملکردی خودش برسه. وقتی دمای مایع خنک کننده با جذب گرمای موتور بالا میره و دماش تقریبا بین 160 تا 190 درجه فارنهایت یا همون 71 تا 88 درجه سانتیگراد میرسه، سوپاپ برگشتی کم کم بسته میشه و سوپاپ اصلی شروع به باز شدن میکنه و با باز شدن ترموستات آب گرم از موتور به رادیاتور و آب سرد از رادیاتور به موتور جریان پیدا میکنه. در اکثر خودروها محل قرارگیری سنسور دمای آب در نزدیکی محفظه ترموستاته و وقتی که دمای آب بالا میره باعث روشن شدن فن میشه و با کمک فن گرمای آب درون رادیاتور به هوا منتقل میشه و آب رادیاتور خنک میشه. دقیقاً در همون لحظه موتور مایع خنک کننده سرد رو از رادیاتور دریافت میکنه تا دماش کاهش پیدا کنه. آب وقتی که گرم میشه و دماش بالا میره، مولکول‌های آب از هم فاصله میگیرن و فشار آب بالا میره و درب رادیاتور باعث میشه این فشار تا حد مشخصی توی مجاری آب باقی بمونه و یه جورایی آب تحت فشار قرار میگیره و این تحت فشار قرار گرفتن آب باعث میشه دمای جوش آب بالاتر بره. درب رادیاتور هم شامل مکانیزم فنر و سوپاپ فشار شکنه که نسبت به فشار عکس‌العمل نشون میده. وقتی که فشار سیستم به بالاتر از 15 PSI میرسه، مایع خنک‌کاری به سوپاپ درب رادیاتور فشار وارد میکنه و با جمع شدن سوپاپ درب رادیاتور مایع خنک‌کاری به منبع انبساط راه پیدا میکنه تا اینکه فشار به محدوده عملکردی خودش برسه. و وقتی که آب خنک میشه و فشارش پایین‌تر میاد، مکشی که در داخل مجاری وجود داره به واسطه واتر پمپ باعث برگشت آب از منبع انبساط به داخل رادیاتور میشه. اگر فشار سیستم به دلیل وجود هوا و یا خرابی قطعات خیلی بالا بره، مایع خنک‌کاری از شلنگ سرریز منبع انبساط بیرون ریخته میشه. بخاری خودرو هم جزئی از سیستم خنک‌کاری موتور محسوب میشه. سیستم بخاری شامل رادیاتور بخاری، شلنگ‌های ورودی و خروجی و یک شیر کنترل دماه که این قطعه در تمام خودروها وجود نداره و توسط شرکت سازنده به صورت اختیاری نصب میشه. رادیاتور بخاری مثل رادیاتور مایع خنک کننده موتور عمل میکنه و دمای آب گرمی که از موتور میاد رو میگیره و توسط پره‌های دمنده هوای گرم به داخل کابین ماشین انتقال پیدا میکنه. امیدوارم این پست براتون مفید بوده باشه. ممنون که با تیم کارخان همراه هستید. ما توی دوره تعمیر موتور خودروی ایرانی تمام سیستمایی که به موتور مربوط میشن مثل همین سیستم خنک‌کاری رو کامل بررسی کردیم. اگه میخوای توی کارت حرفه‌ای بشی و درآمد خوبی رو به دست بیاری، مطمئن باش این دوره خیلی بهت کمک میکنه. منتظر این دوره بی‌نظیر باش و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره از طریق دایرکت اقدام کن.